سلام دوستان عزیز، وقت همگی بخیر باشه. امیدوارم که سال 1401 رو هم تا اینجا با خوبی و خوشی سپری کرده باشید و سال نو سالی پر از رونق و برکت و فراوانی براتون باشه. در این سری از ویدیوهای رایگان و آموزش‌های رایگان مقدماتی بازار ارز خواستم که یک سری از مباحثی رو که معمولاً بهش پرداخته نمیشه برای شروع خدمتتون ارائه بدم و با درس اولش در این ویدیو در خدمتتون هستم. مخاطب این سری از ویدیوهای رایگان دو دسته هستند. یک دسته آنهایی هستند که علاقه‌مند به کار روی بازار ارز هستند و هیچ اقدامی نکردند تا الان، هیچ آشنایی اولیه‌ای ندارند و بهترین حالتش این هستش که با این سری از دوره رایگان مقدماتی بازار شروع بکنند و به صورت پایه‌ای اطلاعاتی رو که نیاز دارند در بازار کسب بکنند. دسته دوم آنهایی هستند که در بازار فعالیت میکنند اما بدون هیچ اطلاعات اولیه و پایه‌ای و صرفاً با یک سری آشنا شدن با یک سری از پلتفرم‌های معاملاتی مثل متا تریدر و نحوه خرید و فروش وارد بازار شدن به شوق سود کردن توی این بازار و هیچ اطلاعات پایه و زمینه‌ای در مورد بازار ارز ندارن که اطلاع نداشتن از این مباحث یک ضرر بسیار مهم داره براتون و اون این هستش که وقتی شما از ماهیت آن چیزی که روش دارید سرمایه گذاری میکنید و پولتون رو میارید خبر نداشته باشید، از اتفاقاتی که درش میفته و دلیل اونها نمیتونید استدلال مناسبی داشته باشید. اگر شما متوجه نباشید که دقیقاً چه اتفاقی در بازار ارز میفته، جفت ارزها چه نقشی دارن، اقتصادها چه نقشی در این بازار دارن، چرا قیمتها داره بالا پایین میشه، چرا اگر الان جنگی جریان داره چه تأثیراتی گذاشته و دلیل این تأثیرات چه چیزی هست. همه اینها رو زمانی شما میتونید درک بهتری ازش داشته باشید که یک آشنایی پایه‌ای از ماهیت بازار داشته باشید تا بدونید که این قیمت‌ها به چه دلیل دارن بالا پایین میشن و نهایتاً از نوساناتی که اتفاق میفته ما میخوایم در این بازار به سود برسیم. پس یک سری از سرفصل‌ها رو براتون آماده کردم. امیدوارم به صورت خیلی خلاصه و فشرده، امیدوارم که براتون مفید باشه. لطفاً و خواهشاً ویدیوها رو با دقت ببینید تا بعداً احتمال داره حتی در طول کار روی بازارتون دوباره لازم باشه که به این ویدیوها مراجعه کنید و بعضی از مطالبش رو مرور بکنید. خب ما الان در ابتدا میخوایم بازار ارزمون رو با سایر بازارهایی که ملموس‌تر هستند مقایسه بکنیم. سایر بازارهایی که ملموس هستند مثل بازار بورس هست، بازاری که درش اوراق خرید و فروش میشه، یا بازار کالا هست که کالا خرید و فروش میشه. ما در ازای دادن پول یک کالایی رو خرید میکنیم و صاحب و مالک کالایی میشیم. بازار ارز رو اگر حجمش رو بخوایم قیاس بکنیم با بازارهای بزرگی مثل بازار بورس نیویورک، اصلا قابل قیاس نیست. من در این نمودار قیاسش رو براتون گذاشتم. این نمودار حوالی سال 2017 رو به ما نشون میده و به خاطر همین احتمالاً عددها الان یک مقدار فرق کرده باشن ولی قیاسش همون هست. ما میبینید که حجم معاملات روزانه بازار فارکس ما به بازار ارزهای خارجی اصطلاحاً فارکس یا FX گفته میشه که بزرگترین بازار مالی جهان هست. اگر بخواهیم بازار فارکس رو با بازارهایی مثل بورس نیویورک که حجم معاملات بالایی هم داره قیاس بکنیم، میبینید که در این قیاس بازار فارکس بازار بسیار بزرگتری هست. طبق داده هایی که متعلق به سال 2017 هست 5 تریلیون دلار در مقابل 23-24 میلیارد دلار بازار بورس نیویورک هست و بقیه بازارها هم که از بازار بورس نیویورک کمتر هست حجم معاملاتشون. پس میبینید که حجم بسیار بزرگی در این بازار داره مبادله میشه و با بازار بسیار وسیعی که پوشش کل دنیا رو در تحت پوشش خودش داره مواجه هستیم. در این بازار یعنی بازار فارکس چه چیزی معامله میشه؟ ساده ترین پاسخ اینه که پول معامله میشه.
اما ما در مقابل تفکری که ما داریم اینه که وقتی کالایی رو میخوایم خرید بکنیم در ازاش پولی رو پرداخت میکنیم. وقتی شما میخواید 1 کیلو سیب بخرید، وقتی میخواید یک اتومبیل بخرید، وقتی خانه ای رو خرید میکنید در ازاش پول پرداخت میکنید. در بازار فارکس شما هر ارز یا پولی رو که میخواید خرید بکنید یک ارز دیگر یا یک واحد پولی دیگر رو در مقابلش پرداخت میکنید. پس پول رو میدید و پول به جاش دریافت میکنید، اما ارزش این پول ها با همدیگه متفاوت هستند. حالا این مفهوم رو امیدوارم که تا اینجا متوجه شده باشید که ما وقتی که میخوایم ارزی مانند ین رو در بازار فارکس خرید بکنیم، اگر دلار داشته باشیم باید در ازاش دلار بدیم تا ین بخوایم بگیریم. اما ارزها در بازار فارکس چیا هستند؟ یک سری ارزهای اصلی و یک سری ارزهای فرعی داریم. از ارزهای اصلی کدام ها هستند؟ نمادهای ارزی همیشه متشکل از 3 حرف هستند. 2 حرف اولشون نماد کشور هست و حرف آخر هم واحد پولی اون کشور رو به ما نشون میده. در این جدول ارزهای اصلی رو من براتون لیست کردم. ارزهای اصلی اونهایی هستند که بیشتر رایج هستند در کل دنیا، حجم مبادلات بیشتری دارند، اقتصاد بزرگتری دارند در کل دنیا. تعداد ارزها به تعداد کشورهای کل دنیا ممکن هست باشه، ولی که مقدار کمتر، چون ارزهای مشترک هم داریم، ولی ارزهای اصلی آنهایی هستند که در کل دنیا و اقتصادها شناخته شده هستند. در این جدول من ارزها رو با اسم کشور و نام واحد پولی و نام مستعارشون لیست کردم. شاید این نامهای مستعار قبلا جایی به گوشتون خورده باشه. معمولاً معامله‌گرها از این نامهای مستعار در معاملاتشون هم زیاد استفاده میکنن. جفت ارزها چیا هستند؟ این اسم خیلی به گوشتون خورده احتمالاً اگر یک آشنایی جزئی و اولیه‌ای با بازار داشته باشید. اگر به گوشتون نخورده من اینجا میخوام براتون تشریحش بکنم. ما گفتیم که وقتی میخوایم خریدی انجام بدیم، کالایی رو بخریم، خانه‌ای رو بخریم، در ازاش پولی رو پرداخت میکنیم. واحد پولی کشور ایران ریال هست. ما ریال پرداخت میکنیم و صاحب ملکی میشیم. در بازار فارکس واحدهای پولی بسیاری وجود داره. شما وقتی که میخواید در بازار فارکس معامله کنید، اول باید واحد پولیتون رو مشخص بکنید. معمولاً رایج‌ترین واحد پولی دلار هست. اگر واحد پولی من دلار هست، من اگر بخوام ین ژاپن رو خرید بکنم، باید دلار پرداخت کنم و ین ژاپن رو بخرم. این تشکیل یک جفت ارز رو میده. یعنی این خرید و فروشی که به واسطه 2 ارز انجام میگیره تشکیل یک جفت ارز رو میده و ما اصطلاحاً میگیم جفت ارزها را معامله میکنیم. حالا جفت ارزهای اصلی داریم، باز جفت ارزهای فرعی داریم. جفت ارزهای اصلی رو من براتون اینجا تو این جدول آوردم. جفت ارزهای اصلی آنهایی هستند که یک طرفشون همیشه دلار هست، حالا یا در صورت یا در مخرج این کسر قرار داره که اینها هم اصطلاحاتی دارن، بعدها تو ویدیوهای بعدی انشالله بهش میپردازیم. کشورها رو مشخص کردیم که هر ارزی مربوط و متعلق به کشوری هست و جفت ارز رو به چه اسمی اصطلاحاً در بازار گفته میشه هم در این ستون آخر براتون لیست کردم. سایر جفت ارزها اونهایی هستن که اینجا براتون لیست کردم. جفت ارزهای متقابل با یورو، یعنی یک طرفشون یورو هست. جفت ارزهای متقابل با ین، یعنی یک سمتشون ین هست و متقابل با پوند. حالا چرا یورو، ین و پوند؟ همونطور که تو اسلاید قبلی دیدید اینها جزء ارزهای اصلی هستند. ارزهایی هستند که بیشتر معامله میشن و به خاطر همینه که جفت ارزهای متقابل با اونها هم جزء جفت ارزهایی هستند که در بازار معامله میشن و درصد معاملهشون به اندازه جفت ارزهای اصلی نیست، ولی در مرتبه دوم قرار دارن. یک سری از جفت ارزها هستن با نام نامتعارف یا اکزوتیک کارنسی که اینها معمولاً خیلی کمتر معامله میشن، محدود به بازارهای خاصی هستن و ما به عنوان معامله‌گر
خرد در بازار با این جفت ارزها کاری نداریم. حجم بازاری که میخواید درش معامله بکنید، اگر بخواید یک شناختی ازش پیدا بکنید چقدر هست، ما به اندازه بازار و نقدینگیش میگیم لیکویدیتی. این بازار برخلاف بازار بورس نیویورک یک موقعیت مکانی مشخص داره، مکان فیزیکی خاصی نداره و معاملات آن بر اساس بورس مرکزی انجام میگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه در یک پلتفرم مجازی و بین شبکه‌ای از بانک‌ها این معاملات انجام میگیره و به صورت الکترونیکی هست، 24 ساعته هست، در حالی که بازارهایی که مکان فیزیکی خاصی دارند معمولا تایم مشخصی از روز بنا به ساعت کاری اون کشور فقط فعالیت هستند و بقیه تایم رو بسته هستند، امکان انجام معاملات درشون وجود نداره. اما در بازار فارکس معاملات ما به صورت 24 ساعته انجام میگیره. ما بهش میگیم فرابورس، ما که در واقع اصطلاحاً معامله‌گرها بهش میگن بازار فرابورس یا بین بانکی، یعنی خارج از بورس انجام میگیره. اگر بورس رو بخوایم بازار کالا یا سهام عنوان بکنید، در هر نقطه از جهان شما که باشید میتونید در بازار فارکس معاملات رو انجام بدید. ابزاری که لازم دارید فقط یک خط اینترنت هست، یک پلتفرم معاملاتی هست که روی تبلت، گوشی، لپتاپ، سیستم کامپیوتری فقط کافیه که نصبش بکنید و با استفاده از اون پلتفرم شروع به انجام حساب معاملاتتون رو باز بکنید و شروع به انجام معاملات بکنید که بعداً مفصل بهش خواهیم پرداخت. و پول هست، یعنی سرمایه‌ای که شما باید بیارید تا بتونید خرید و فروش کنید. همونطور که میدونید در هر بازاری برای اینکه چیزی رو خرید بکنید یا یک دارایی باید داشته باشید که بیارید به فروش برسونید و پولی دریافت کنید، یا یک پولی داشته باشید که بیارید و یک دارایی رو خرید بکنید. در بازار فارکس هم کل دارایی ها پول یا ارز هستند، پس شما حتما یک مقداری از ارز رو باید با خودتون وارد بازار بکنید. در بازار فارکس حتی با $25 میتونید حساب معاملاتی باز کنید، ولی به هیچ عنوان من توصیه نمی کنم. حداقل اینا رو بعداً باز دوباره بهش میپردازیم، ولی با توجه به تجربه شخصی خودم حداقل مبلغی که میخواید برای شروع توی این بازار سرمایه گذاری کنید و با خودتون بیارید و حساب معاملاتی باهاش باز بکنید حداقل $500 هست. با کمتر از این لطفاً وارد بازار نشید. خیلی ها با $100 هم وارد میشن و معاملات رو هم انجام میدن، ولی از لحاظ روانشناسی حتی شما $100 از پولتون رو میتونید وارد معامله بکنید و با همون 500 تا وارد معاملاتتون نشید. بحث‌های مدیریت سرمایه رو بعداً خواهیم داشت. اما زمانی که بالانس حساب شما تقریباً 5 برابر پولی باشه که میخواید روش ترید بکنید، از لحاظ روانی خیلی راحت‌تر میتونید معاملات رو انجام بدید و تسلط بیشتری داشته باشید و از آنچه که یاد گرفتید استفاده بهینه تری بکنید. پس این رو نه از لحاظ تکنیکی بلکه از لحاظ روانی دارم میگم. و توی این بازار که حجمش رو تو اسلایدهای قبلی توضیح دادیم، سهم درصدی هر کدوم از ارزها رو توی این نمودار برای شما آوردم. میبینید که دلار امریکا با 42% بیشترین سهم رو داره، بعد از اون یورو هست، یورو اتحادیه اروپا هست که 20% رو داره و در واقع بیشتر از 60% حجم معاملات بازار رو حجم ارزهای یورو و دلار به خودشون اختصاص دادن و بعد ین و پوند انگلیس و دلار استرالیا رو داریم. به خاطر همینه که از روی این نمودار پس متوجه شدید که چرا ما به این سری از ارزهایی که اینجا توی این نمودار میبینید میگیم ارزهای اصلی، به خاطر اینکه حجم مبادلات بسیار بالایی رو دارن و جزء ارزهای رایج هستن که در کل دنیا شناخته شده هستن. حالا چرا دلار نقش کلیدی در معاملات بازار ارز رو داره؟ اصلا چرا دلار 42% از حجم معاملات این بازار به این عظمت 5-6 تریلیون دلاری رو به خودش اختصاص داده، بلکه بیشتر، چون دیتایی که من دارم مال سال 2017-2018. چرا دلار اینقدر پررنگ شده؟ به خاطر اینکه اقتصاد امریکا بزرگترین اقتصاد دنیاست. البته الان چین
داره باهاش رقابت میکنه و ولی هنوز دلار حاکم بر دنیاست، پادشاه ارز هاست دلار. بسیاری از کالاها در کل دنیا با دلار مبادله میشن. همین نفت که یکی از مهمترین منابع انرژی در دنیاست، در کل دنیا به واسطه دلار قیمت گذاری و نرخ گذاری میشه. دلار امریکا ذخیره ارز جهانی است، یعنی یکی از ذخایر ارزی کل کشورها بر مبنای دلار، کل کشورها رو نگیم، اکثریت کشورها بر مبنای دلار تعیین میشه. بالاترین نقدینگی رو داره، سیستم سیاسی باثباتی داره و قدرت نظامی بسیار زیادی داره. به خاطر همینه که در طول سالیان دلار نقش بسیار پررنگی رو در کل دنیا به خودش اختصاص داده و حجم وسیعی از مبادلات بازار ارز متعلق به دلار هست. به خاطر همین هم هست که ما اکثرا، من معامله‌گری رو تا الان سراغ ندارم که حساب معاملاتیش رو بر اساس یورو باز کرده باشه. معمولا حساب‌های معاملاتیمون رو بر مبنای دلار باز می‌کنیم، ارزی که وارد می‌کنیم بر مبنای دلار هست. حالا مگر اینکه بنا به دلایل خاصی بخوایم روی ارزهای دیگه معاملات خاصی رو با استراتژی‌های خاصی انجام بدیم، ولی به صورت کلی ما بر روی دلار بیشتر سرمایه‌گذاریمون رو انجام بدیم. و اینکه حدود 62% از ذخایر رسمی خارجی رو هم دلار به خودش اختصاص داده. روش‌های مختلفی برای معامله در بازار ارز وجود داره. من اینجا 4 دسته از مهمترین هاش رو براتون لیست کردم. یکیش بازار لحظه‌ای یا اسپات مارکت هست، همین بازاری که ما معامله‌گرهای خرد یا ریتیل تریدرها درش معامله میکنیم. بازار لحظه‌ای به صورت لحظه‌ای معاملات انجام میگیره، در آن و ثانیه‌ای خرید و فروش انجام میگیره، حجم معاملاتش بسیار بالاست، مبنای قیمت‌ها لحظه‌ای هستن، به صورت لحظه‌ای کندل‌ها حرکت میکنند، کندل‌های قیمت و قیمت‌ها جابجا میشن. اسپرت‌ها معمولاً ثابت هست و پایین هست، نقدینگی بسیار بالا هست و به صورت 24 ساعته است و بسیاری از خدمات خبری و پلتفرم‌های رایگان برای این بازار ارائه شده، چون حجم معاملات بسیار بالایی داره. کارگزاران بسیاری در کل دنیا بر مبنای بازار لحظه‌ای فعالیت دارن و پلتفرم‌های مختلفی رو ارائه میدن برای اینکه روش فعالیت داشته باشیم. منظور از پلتفرم که برای معامله‌گرها یا برای دوستانی که تازه میخوان وارد بازار بشن یک توضیحی رو در مورد پلتفرم میخوام بدم. ببینید پلتفرم یعنی اون چیزی که، اون فضایی که شما بتونید روی اون فضا حسابتون رو باز بکنید و نمودارهای قیمتی رو روش داشته باشید، قیمت‌ها رو بتونید چک بکنید، بخواید خرید بکنید و فروش بکنید، پولی که میذارید روی این پلتفرم داخل حساب شما پولتون شارژ بشه، از پولتون سود بکنید بهش اضافه بشه، ضرر بکنید ازش کسب بشه. یعنی کل عملیات خرید و فروش شما بر روی یک پلتفرم انجام میگیره که این پلتفرم انواع مختلفی داره که بعدها بهش خواهیم پرداخت. چون مدام تکرار میکنم، شاید بعضی از دوستانی که تازه وارد هستن متوجه مفهومش نباشن. نوع دوم صندوق‌های قابل معامله در بورس هست. این صندوق‌ها رو معمولاً کارگزارها پیشنهاد میکنن، یک پورتفولیو یا سبدی میچینن برای شما، میتونه هم شامل سهام باشه، هم شامل ارزهای مختلف باشه و پیشنهاد میکنن به مشتریانشون. خیلی جاها معمولاً کارگزاری‌هایی که در حد خیلی وسیع کار میکنن به واسطه همین صندوق‌ها معروفیت بسیار زیادی کسب میکنن، اگر که صندوق‌های سوددهی رو بتونن به مشتریانشون عرضه بکنن و از این طریق خیلی بزرگتر و بزرگتر میشن. محدودیت اونها این هست که شبانه روزی نیستن و یک محدودیت دیگه هم این هست که معمولاً چون یک خدمات بیشتری رو ارائه میکنن، معمولاً مشاوره هایی رو ارائه میکنن، معمولاً خدمات کارگزاری اینها بالاتر هست. بعد قراردادهای آتی رو داریم یا فیوچرز مارکت که راجع به اینها بعداً مفصل‌تر توضیح میدم، ولی الان در همین حد بدونید که خرید یا فروش یک دارایی معین با قیمت مشخص در سررسیدی در آینده است. یعنی چی؟ یعنی شما الان یک دارایی رو خرید میکنید ولی این دارایی
2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه در اون سررسیدی که در قراردادتون نوشته شده این دارایی مال شماست و تحویل گرفته میشه. به تناسب قیمتی که شما خرید و فروش میکنید میتونه منجر به سود یا ضرر بشه. باز هم اطلاعاتش در اختیار عموم قرار داده میشه. بازار بسیار شفافی هستش و بسیاری از شرکت ها و بسیاری از تجار از قراردادهای آتی برای ریسک گریزی استفاده میکنن، یعنی ریسک معاملاتشون رو با قراردادهای آتی کمتر میکنن. راجع به اینها بعداً توضیح میدیم. شما همین اسم بازار فیوچرز یا بازار قراردادهای آتی رو داشته باشید و قراردادهای آپشن هست. قراردادهای آپشن هم ابزار مالی خیلی خوبی هست، ولی متاسفانه اخیراً به ویژه در ایران سوء استفاده های خیلی زیادی از این قراردادهای آپشن شده و خیلی از کارگزاری ها قابل اعتماد نیستن، یعنی مخصوصاً کارگزاری هایی که فقط و صرفاً همین قرارداد رو در اختیار مشتریانشون قرار میدن. به چه شکل هست؟ به این صورته که کارگزاری از شما یه مبلغی رو میگیره و به شما یک قرارداد آتی رو میده. شما میتونید اون قرارداد رو سررسید مشخص خرید و فروش درش انجام ندید، اختیار دارید. چون به عنوان مثال فرض کنید که بیت کوین الان $50,000 هست. شما اگر آپشن بخواید خرید بکنید با دادن مبلغی به کارگزاری، به عنوان مثال مثلا $500 یه قرارداد میخرید با این عنوان که با فرض این که بیت کوین قراره بشه $60,000 یک قراردادی رو به مبلغ $55,000 یعنی بالاتر از قیمت جاری بازار میخرید، $500 درش پرداخت میکنید. حالا اگر که در اون سررسید مشخص بیت کوین رسید به $60,000 شما سودتون رو دریافت کردید، میذارید به جیبتون. اما اگر اون $500 هم از محل سودتون تأمین شده. اما اگر ضرر بکنید از $50,000 بیاد برسه به $45,000 شما هیچ اتفاقی براتون نمیفته از لحاظ زیان معامله، اما اون $500 رو که صرف قرارداد آپشن کردید از جیبتون رفته عملاً و از این قرارداد هم سودی نصیبتون نشده. این هم قرارداد آپشن هست که باز معامله‌گرهای ویژه خودش رو داره، تکنیک‌های خاص خودش رو داره، ولی حواستون باشه که در ایران سوء استفاده‌های خیلی زیادی ازش شده. من فکر میکنم که بله فعلا تا اینجا ویدیو رو نگه میدارم که خیلی طولانی نشه. سعی کردم به صورت خیلی پرسرعت و خلاصه درس اول رو تموم بکنم. در درس‌های بعدی دوباره مطالب بیشتری از ماهیت بازار رو در خدمتتون خواهم بود. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. سرفراز باشید و پیروز.